همه شما را به این تالاری زیبا، به این بزم زیبای عروسی از صدق دل خوش آمدید میگوییم. نوری دیده تاج سر. چه لذتی دارد تماشای مراسم عقد نکاح فرزندان. چون می نگرم بروی فرزندانم، سرمست شوم ز بخت فرزندانم. من آب خورم چو ریشه های لب جو، از خنده و از نموی فرزندانم. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، این لحظه در محفل زیبای ما سرور خانه عقد نکاح شهر دوشنبه معلمه نسیم و حضور دارند. برناخان نسیم و من با کمال ممنونی به این کس سخن می دهم تا که این مراسم را بجا بیارد. مرحمت. تشکر زیاد. عروس عزیز، داماد محترم، حکومت شهر دوشنبه به من وکالت داده است که عقد نکاح شمایان را به قید گیرم. پیش از همه من پرسیدنیم آیا قرار شما درباره گذراندن عقد نکاح قطعی و صمیمی است؟ عروس عزیز شما راضی هستید؟ تشکر داماد محترم شما. تشکر. مرحمت در کتاب عقد نکاح ما امضای خود را گذارید. مرحمت عروس عزیز. تشکر. مرحمت داماد محترم شما امضای خود را گذارید. تشکر زیاد. مرحمت شاهدای محترم شاهدی کنید. شاید از طرف عروس شاهدی میکنن. مرحمت. تشکر. مرحمت شاید از طرف داماد شما شاهدی کنید. مرحمت. امیدوارم که لحظه های شیرین ترین زندگی را یک جای با عشق و محبت میگذرانید. چون رمزی عشق و محبت با یکدیگر انگشترینگی وز نمایید. مرحمت داماد محترم، به دست راست عروستان انگشترینگی محبت، صداقت و وفاداری را پیشانید. نوخاناداران عزیز، شمایان را با این ریز فریز فراموش نشونده از صدق دل تبریک و مبارکباد می نمایم. با شمایان عمری دراز، بخت سفید، فرزندهای سالم تمنا دارم. بگذار اظهارتان همه وقت آباد بود. موافق کودکس عالی جمهوری تاجیکستان عقد نکاح شمایان به قید گرفته شد. شمایان را قانونا زن و شوهر اعلان میکنم. تایتان مبارک باشد. از نام خانواده جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای شه و عروسی نازنین تحفه سپاریده می شود.
شه و عروس نازنین به همدیگر انگشترین عوض می کردند و این ربایی خلقی بزرگوار به خاطر می آمد. ستاره در هوا کبکی زرین است، خودم انگشتری یارم نگین است. خداوندا نگینم را نگهدار، که یاری اول و آخر همین است. از شه و عروس نازنین خواهش میکنیم که به تخت عروسی گذرند. داماد شهنشاه است، بر تخت برآریدش، تا خنده کند پیلین گل دسته سپاریدش. راهی که برد امشب تا خلوت دلداران، گل پوش نماییدش، با نور نگاریدش. خواهم که نوش جان باد، پیمانه سعادت بر ساربان وحدت، بر باغبان وحدت، پیمانه صداقت، پیمانه عدالت، از جام ناب وحدت، بر پاسبان وحدت. این بزم رستمانی با رسم خسروانی، این جلوه جوانی در آشیان وحدت. دوستان عزیز و گرامی، مهمانان ارجمند، همه ما و شما شاهد بودیم که چند روز باز تنتنه‌های جشن وحدت ملی در کشور ما با شکوه و شهامت خاصه گذشته ایستادند و در همین روز وحدت باز وحدت دلها به میان آمد. دو جوان رشته تقدیر را به هم در همین روزها بپیوستند. هر دو نامهای زیبا هم دارند. شه ارجمند ما رستم جان نام دارد، عروس نازنین فاطمه خان. رستم برای مردم تاجیک، برای فارس زبانان نه تنها نامی زیباست، بلکه رمز است، رمزی دلیری، رمزی جسارت، رمزی وفاداری. فاطمه هم نامی مقدس است، نامی زیباست. مردم به این نام احترام و صداقتی بی پایان دارند.